یه دونه قفس توتی بسازیم حرفه‌ای و خوشگل. بیا بریم آقا. اول بیایم اینا میذاریم اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه هم اینجا تقریبا. بعدش بیایم با استفاده از اینا اینجا رو دیزاین میکنیم. خب بعد میایم یه دونه اینا رو میذاریم اینجا، یه دونه اش هم میذاریم اینجا و این هم میذاریم این وسط. اوکی این تا اینجا اوکی. حالا میایم با استفاده از این اسلپ چیه اسمش یادم رفته، میذاریم اینجا. گلس رو میاریم پایین، گلس میریم بالا. خب این درست شد. توتی ها رو میریزیم. این یک توتی، اینم دو توتی، سه تا توتی. خب سه تا توتی میذاریم توش داخلش. بعدش حالا میریم با استفاده از اینا رو ما کامل این ترپتورا میذاریم، میبتیم فر ما برمیداریم میذاریم اینجا برای اینکه پایین دکور بشه. یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه این چوبای نصف